بارسا بازی 2-0 باخته تو نیمه اول و با 3 گل در نیمه دوم جبران کرد. پدری و یامال مهرای کلیدی در این بازی بودن و رشفورد که فیکس در ترکیب قرار گرفت انتظارات هانسی فلیک رو برآورده نکرد. با توجه به اتفاقات این 2 هفته آیا اتلتیکو میتونه رقیب بارسا و رئال تو راه قهرمانی باشه و شاهد رقابت سگانه در لیگ باشیم؟ رئال آلونسو که با سیستم 4-4-2 این بازی رو شروع کرد، وینیسیوس و نیمکت نشین و رودریگو، مستانتونو و کارواخال رو از ابتدا بازی داد. بازی در اختیار مادریدی‌ها بود و موقعیت‌هایی هم خلق کردند، اما روی یک توپگیری و انتقال مثبت امباپه با یک چرخش فوق‌العاده دروازه اوویدو رو باز کرد. نیمه دوم وینیسیوس به زمین اومد و رودریگو تعویض شد تا وینیسیوس یک پاس گل به امباپه بده و یک گل هم بزنه. مادریدی‌ها تو این بازی ضد حمله‌ها بسیار خطرناک و زهرداری داشتن و روی انتقال مثبت در کمترین زمان و با تاچ‌های کم موقعیت‌های زیادی خلق کردند. احتمالاً شاهد آخرین بازی رودریگو برای مادرید بودیم.